کی میگه کار نیستش بیکاری زیاده. ساعت 5 صبح شما خوابیدید تو جای گهونرمتون، ما داریم رو موتور کار میکنیم چون به آرزوهامون قول رسیدن دادیم. الهی به امید تو. آقا ببخش جانم. چه موزیکی دارید میشونید؟ موزیک نیستش، خوابم برده. یادم رفته دوست دخترم شب بخیر بگم. بله 3 ساعت و 40 دقیقش مونده. خیلی ممنونم. قربونت. حسین داداش تو دوست دخترت بهت احترام میذاره خیلی. چه خوب. آره هر موقع میام حرف بزنم میگه تو گو نخور. یه بارم نگفته گو بخور. آقا شما ردی؟ چرا؟ ما حواست نبود اونجا پیشیدی. شما حواست به دخترت هست؟ بله دختر من نماد وقار تو محله است. فکر نکن